مطمئنم هیچ کسی انتظار نداشت دوباره پاندمی داشته باشیم، اونم بعد از 5 سال بازم توی کشور چین. ویروس HMPV یا Human Pneumovirus. این ویروس یه ویروس عفونی تنفسیه که شبیه به آسم و آنفولانزا، اما تارگت اصلیش روی کودکان هستش و افراد بالای 65 سال یا اونایی که بیماری زمینه‌ای دارن و نقص سیستم ایمنی دارن. علامت‌های این بیماری: سرفه، تب، تنفس کوتاه و تنگ نفس. اگه میپرسید راه‌های انتقالش چطوریه، راه‌های انتقالش همون راه‌های انتقال تنفسی هستش و سطوح آلوده. این ویروس خیلی هم جدید نیست. سال 2001 توسط دانشمندان هلندی کشف شده. نرخ مرگ و میر این بیماری به چه شکله؟ در حالت عادی 10% و در بخش مراقبت‌های ویژه به 23% میرسه. سال 2024 یک گزارش 2500 صفحه‌ای علیه چین تدوین شد که ثابت می‌کرد حکومت چین عمدی یا سهوی باعث انتقال و شیوع این بیماری در کل جهان شد و خسارت‌های خیلی زیادی رو زد و نزدیک به 7 میلیون نفر از بین رفتن. توی این گزارش گفته شده که همینطور که مردم فکر می‌کردن این ویروس کاملا ساختگی بوده و توسط دانشمندان چینی به وجود آورده شده بوده، اما به طور سهوی یا عمدی از یک آزمایشگاه در ووهان چین به بیرون درس پیدا کرده و همین باعث شیوع در کل جهان شده. دوباره می‌بینیم که یک ویروس جدید دوباره از چین داره منتشر میشه. به نظر شما این ویروس ساختگیه برای کنترل جمعیت یا نه خود به خود دوباره از چین منتشر شده؟ نظرتون رو زیر بر من کامنت کنید و منو سابسکرایب کنید، چون قرار تمام پدیده‌های جدید دنیا رو براتون تحلیل و بررسی علمی کنم.